بعد دیدن این ویدیو اصلا نیازی نیست که شما دنبال یه ویدیویی باشید که سنستون رو بچینید، هادتون رو بچینید و بیسیکتون رو بچینید. کامل همه اینا رو بهتون میگم. البته ولی بیسیک رو فعلا اینجا نمیگم، بیسیکم هم گذاشتم توی کانال تلگرامم، اونجا هم میتونید برید بیسیکم رو ببینید و کاراشو انجام بدید. برابرش بدون مقدمه، بدون هیچ چیز خاصی میخوایم اولین کاری که کنیم بگیم آقا چجوری بریم هاد درستی رو بچینیم، هادی که انگشتمون بخوره به سایز انگشتمون، به قد انگشتمون، همه چی اینا دیگه. به بچه اینا رو واقعا کسی نمیگه. آقا برو از اینجا یه دونه بزن بیرون، یه لایک بزن و دوباره بیا تو همین ویدیو رو کامل نگاه کن. این کامیونیتی که ما داریم، تو این کامیونیتی کالاف کسی نیست که اینجوری بشینه دقیق اینو بهتون بگه که اینو بچین، اونو بچین، اینو اینجوری بچین. کامل اینو واقعا ندیدم کسی بده. حالا اگرم گذاشته که دمش گرم، ولی بچه واقعا کم پیدا میشن مثل من اینجوری براتون ویدیو بذارم. اولین کاری که میکنیم هاده. اصلا هادتون رو نمیخواد تغییر بدید، همون هادی که هستید بهتون میگم چه سنسی بچینید، چه کاری کنید، هادتون رو چه جوری بچینید. حالا من میگم عوض نمیکنید، فقط میگم چه جوری بچینید. یعنی چی؟ یعنی جاشون رو عوض نکنید. کوچیک و بزرگ کردن ایم و اینا رو بهتون میخوام بگم که کاملا توی این ویدیو میخوام اینا رو با هم بررسی کنیم و بدون مشکل بریم که کاراشو ببندیم و جمع‌بندی کنیم و دیگه کلا انمیا رو رنده کنیم. میاد توی هادتون هر چی هست. خب این هاد منه. خب نگاه کنید یکم هاد به هم ریخته هم هست، ولی هادتون هر چی هست بذارید باشه. نمیخواد اینو نمیدونم جویستیکو ببرید تکون بدید، نه، هر جا هست، هر جا که شما خودتون عادت دارید اینو میچینید و کارشون بهش نداریم، اصلا دست نمیزنیم تا اینجا. خب نگاه کنید بچه‌ها، من یه سری نکات بهتون میگم، اینا رو رعایت میکنید و بعد میریم تو قسمت سنس. بچه‌ها ایمتون اینجا نگاه کنید، من اینجا اینا رو نگاه کنید، این برام بر میکنم. این قسمتی که ایم میگیرید باید به قدری باشه، حالا انگشت شستتون رو میخواید بذارید روش، نمیدونم انگشت اشارتون روش قرار میگیره، هر چی که قرار میگیره باید به قدری باشه که وقتی انگشت، مثلا من انگشت شستمو میذارم روی این ایمه، به اندازه‌ای باشه که وقتی شستم روش قرار میگیره، حالا هر انگشتی که شما میذارید روش، وقتی انگشتتون روش قرار میگیره اینو نبینید، یعنی زیر انگشت این گم بشه. حالا جویستیک رو چیکار کنیم؟ جویستیک سلیقه‌ایه ولی بهترینش چیه؟ خب بهترین کامل الان میرم بیسیک رو بهتون میگم که جویستیکتون چیکار کنید، کجا بذارید. نگاه کنید جویستیک بهترین سلیقه‌ایه، میگم اندازه‌شو میگم. اندازش به نظر من انگشت شستتون رو میذارید دیگه اینجا، درسته؟ انگشت شستتون رو حالا بگیرید بذارید روی جویستیک. خب بذارید روی این انگشت شستتون رو کامل میذارید روی این. هر چقدر که بود باید یه ذره حاشیه‌ای این رو ببینید، حاشیه‌اشو ببینید. وقتی انگشت شستتون قرار میگیره روی این، ذره این معلوم باشه توی صفحتون. خب تا اینجا اوکی، اینا رو فهمیدید. و اما کاری به جامپ زدنتون و اسلاید زدنتون و نمیدونم تیر زدنتون، این که چه جوری تیر بزنید اصلا کاری ندارم. خب هادتون رو بهش تسلط داشته باشید، همین دوتا رو فعلا رعایت کنید تا بریم بقیه رو هم بهتون بگم که چیکار کنید. خب برای اینکه گفتم جویستیکتون رو تو اون اندازه اگه بخواید تنظیم کنید، کسایی که پا مرغی راه میرن، رنگ پلیرن، خب اینو خاموش کنن، آلویز اسپرینت رو خاموش کنن، تو 85 ببرن، همین 85 عددش کافیه، همینو بذار و برو بازی کن، بهش عادت میکنی بچه. توی قسمت ایمینگتون به نظر من واقعا که یکم سخته. نگاه کنید تا سختی نکشید واقعا نمیتونید بازی داشته باشید که بتونید خیلی روون باش همه رو بزنید. عادت کنید بچه، باید به این عادت کنید. این قسمت رو روشن کنید. آقا نمیشم و نمیتونم و نداریم و اینا، نه اصلا اینا هیچی، فقط ایدس اف او وی کورتونه، نمیدونم چیه این تلفظش، هیچ وقت نفهمیدم. اینو روشن میکنی، انیمیشنتون هم روشن میکنی، این قسمتی که من دارم روشن خاموش میکنم اینو روشنش میکنی و تمام. آقا دیگه بیسیک من کاری ندارم، هر چی بقیه‌شو چیدی مال خودته. الان بهت میگم که سنستو چجوری بچینی. ما 3 تا قسمت داریم تو این سنسه، من نمیخوام بگم اینا چیه، چیکار کنید و تو کجا بذارید، نه اصلا نه. ببینید کسایی که اف پی اس، من الان دارم بر اساس خودتون میگم، هادتون رو که گفتم بر اساس انگشتتون بچینید، سایز انگشتتون، تمام. خب این قسمت سنسیتیویتیتون رو بر اساس اف پی اس که میگیرید بچینید. یعنی چی؟ یعنی اگه اف پی اس تون 60 فلان رو بچینید، اگه 120 اف پی اس میگیرید اینو بچینید. مثال دارم میذارم. خب الان بهتون میگم که چیکار کنید و کجا برید. خب نگاه کنید بچه، اگه اف پی اس تون 120 اف پی اس میگیرید، به نظر من ببین من با این گزینه کار ندارم، اصلا اینو ولش کنید، خیلی مثلا گزینه مسخره ای تو کالاف. حالا اگه دارید استفاده میکنید که عادت دارید روش یه چیزی، ولی میگم خیلی سخته بخواید روش عادت کنید. خب و نسبتا خوبه، نمیگم بده، ولی خب سخت عادت کردن باشه. نگاه کنید بچه، کسایی که 60 اف پی اس این گزینه رو فعال کنن. نگاه کنید از این وسطی دیستنس رو توی قسمت سنسیتیویتی دیستنس رو فعال کنن. ولی یه چیزی،
اگه هر چی سنستون هست، این قسمت سنس از من 182 بود، خب الان من زیاد عقبش کردم. مثلا اگه از شما 100 مثلا 150 مثلا اینجا فرض کنید 150 سنس شما، خب هر چی که هست 10 تا کمتر کنید، 10 تا کمتر کنید و هیچ کار دیگه نمیخواد بکنید. این تیکم اگه فعاله اصلا بی خیالشید، آفش کنید، اصلا روشن نکنید. اونایی که 120 FPS و 90 FPS اونا با چی کار کنن؟ اونا نگاه کنید بچه، اونا هم این گزینه رو میتونن فعال کنن. بهترین گزینه یکی میتونه، نه تنده نه نمیدونم کنده، همه چی ایدئال، عالی. ولی کسایی که زیاد مثلا دوست دارن که آقا یه لول بالاتر بره بازشون، این دیستنس عالیه. قسمت کامرا سنسیتیویتی، استاندارد سنسیتیویتی رو چی بچینیم که خوب باشه، ملایم باشه و بتونیم باش بازی کنیم. نگاه کنید بچه، توی قسمت سنس من بهتون گفتم که 60 FPS چی بچینن، 120 FPS چی بذارن و بقیه ادامه ماجرا. نگاه کنید بچه، عدد سنستون چنده؟ از من 182 دوشو ول کنید، بگین 180. فرض میکنیم 180، اصلا فرض چی بیا کمش کردم 180. خب سنس من وقتی 180 میام اینجا استاندارد سنسیتیویتی رو چک میکنم. اگه میخوای یه لول بالاتر باشی، یعنی یه سنس قوی تری، بیشتر و تندتری داشته باشی، اینو 2 برابر 180 میذاری. یعنی چند؟ یعنی 300 دیگه، تهش همینه. برابرش تقریبا میشه 300. کسایی که میخوان تند بازی کنن، کسایی که عادت ندارن به تند بازی کردن و سنس زیاد، از این 180 نصفشو میذارن. یعنی تقریبا 180 رو تقسیم بر 2 کنیم. الان یکی میگه داداش ریاضی آوردی وسط. نه آقا، الان بهتون میگم دیگه، من اینجا در خدمت شمام که قشنگ کامل بهتون توضیح بدم. از 180 دقیقاً 180 رو نصف کن، چند میشه 90. میای استاندارد سنسیتیویتی تو میچینی 90. البته من دارم بهتون میگم این روی سنس خودمه، مثلا یکی سنسش 50، خب 50 خودی که معلومه باید اینجا بشه 25. البته دیگه به نظر من کند بازی کردن توی این بازه زمانی که کال آف پلیرها کاملا اصلا یه جوری دیگه دارن پلی میدن، به نظر من بهتر سنستون بره بالاتر، یعنی بیشتر بشه. ولی خب میگم کسایی که تند بازی میکنن، استاندارد سنسیتیویتی که توی قسمت کامرا سنسیتیویتی، این گزینه که الان این ور اون ورش میکنم، اینو یا 2 برابر این قرار میدن، یا 2 برابر این که الان این ور اون ورش میکنم، خب یا 2 برابر این قرارش میدن، یا نصفش قرار میده. خب تا اینجا گرفتید چی شد؟ این برای سنس این ور اونور کردن صفحتون بود. خب تا اینجا اوکی. یه سری گزینه‌ها داره اینجا نوشته ADS سنسیتیویتی و تاکتیکال اسکوپ و رد دات نمیدونم هولد و سنسیتیویتی، این همه رو بهتون الان قرار بگیم. قسمت ADS سنسیتیویتی هر چقدر که الان هستید برای من اصلا مهم نیست که حالا عادت دارید روش ندارید روش، میخوام بهتون بگم تو تمرینی خب کلا یه روز بیشتر وقت نمیگیره سنستو بچین. فرض کن اینا دارن موومنت میزنن دیگه، درسته الان دارن این ور اون ور میچرخن، جوری نباشه که اینجوری کنارشون تیر بزنی بگی آخ تیر نمیخواد. اگه همچین مشکلی رو دارید، سنستون رو باید بیارید پایینتر. تو همون قسمت ADS سنسیتیویتی تو کامرا سنسیتیویتی تو اینو باید بیارید پایینتر. البته یه سری‌ها میگن خودت تو که داری ایمی میگیره، خب ایمشو کاری نداره. نگاه کن می تو قسمت سنسیتیویتی ما یک کامرا سنسیتیویتی داریم، یه فایرینگ سنسیتیویتی داریم. این قسمت کامرا سنسیتیویتی ADS سنسیتیویتی شو با قسمت فایرینگ سنسیتیویتیش یکی میذارید. یعنی چی؟ یعنی اگه ADS اینجا 150 مثال میزنم، اینجا هم توی قسمت کامرات 150 باشه. ولی حالا اینو که چه جوری بچینیم الان بهتون میگم. نگاه کنید بچا، جوری باشه ایمتون وقتی که رو انمی دارید میگیرید، اینجوری نشه ایمتون، اینجوری نشه. خب دقیق صاف روش باشه. خب فهمیدید؟ حالا من گان پلیر نیستم، حالا خوبم نیست بخوام برای گان بگم، ولی خب به نظر من سنس من برای گان عالیه، برای خودم عالیه. باید جوری باشه نگاه همزمان با انمی بچرخه. نگاه اصلا انمی الان اینجا میاد، نگاه کنید نیست کمی بدی. بعد یه وقتایی هم هست شما اینجوری میگیرید نمیچرخه، هر کاری میکنید نمیره رو انمی، خب و انمی شما رو میزنه خیلی راحت. اینو باید سنستون رو 10 تا ببرید بالاتر. حالا دیگه اونی که زیادی اینجوری میشه خیلی اوضاعش خیته، باید بیاره پایینتر، حداقل 30-40 تا بیاره پایینتر. ولی اگه کسی که واقعا دیگه نمیچرخه داره اینجوری میلیمتری رد میکنه، باید 10 تا بیاره بالاتر یا 15 تا. این دیگه این باید خودتون ببینید که چی بیشتر به کارتون میاد. خب و اینکه برای اسنایپر، خب اسنایپر رو چیکار کنیم بچه؟ اسنایپ بچه خوراک خودمه. نگاه کنید بچه، تو قسمت کامرا من اصلا فایرینگ سنسیتیویتی من تو اسنایپر اگه صفر هم باشه به شما فرق نداره. به این دست نذارید، این دست نذارید. به این قسمت فایرینگ سنسیتیویتی اسنایپتون اینجا قسمت نگاه کنید، فایرینگ سنسیتیویتی به اینش دست صفر باشه 300 باشه برای شما فرقی نداره. خب تنها فرقی که بهتون میده قسمت کامرا سنسیتیویتی میرید. حالا
نگاه کنید توی قسمت کامera سنسیتیویتی تون اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتی رو دقیقاً اینجا اینی که الان تکون میدم و چند بچینید. خب الان بهتون میگم چند بچینید که بتونید کامل یه اسنایپر خفن بشید. اولین کاری که میکنید میایید تو بیسیکتون، این قسمت بیسیک بذارید من بیام پایین‌تر، این قسمت سینک ADS FOV. ببین در حالت عادی اگه اینا روشن کنی اینا همشون فعاله. خب همه اینا رو خاموش میکنی، جز این گزینه که نوشته اسنایپر اسکوپ، اینو روشن میذاری و میای بیرون و ادامه ماجرا رو الان بهت میگم. بچه الان نگاه کنیم، من یه دونه میس رو اینا نمیدم خب، چون میدونم سنسم عالیه دیگه، واقعا میس دادن اینجا معنی نداره. چاره ای ندارید که اینایی که میگم رو گوش کنید، چون واقعا کسی هم که روی سنس اسنایپش فوق العاده با ژیروسکوپ فوق العاده داره، اصلا میس کمی دارم میدم و کاری که میگم الان انجام میده. اگه نتیجه نگرفتی بیا تو کامنت ها هر چی دلت میخواد به من بگو. بیا اینجا اسکوپ بگیر. سنس اسنایپت باید جوری باشه وقتی 1 سانتیمتر انگشتتو از روی ای، مثلا فرض کن من الان ای میگیرم انگشتمو به سمت چپ میکشونم، خب جوری باشه که وقتی من 1 سانتیمتر اگه انگشتمو به سمت چپ بکشم دقیقاً همونقدر 1 سانتیمتر ای من به سمت چپ بپیچه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نشه من دستم رو ایم بذارم 1 سانتیمتری به سمت چپ بکشم یهو ایم این شکلی شه. خب مثل این میمونه. نگاه کن من الان سنسم 100 بود دیگه، درسته؟ اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتیم تو قسمت کامراش 100 بود. نگاه مثلا من اینو مثلا میذارم 300. خب سنس بالاییه، واقعا سنس بالاییه. من اینو ایم بگیرم که خب هیچ، خب ولی بخوام بکشم نگاه کن 1 سانتیمتر میکشم 10 سانتیمتر داره میره اونورتر. این یعنی چی؟ یعنی سنس من بالاه، میس زیاد میدم. الان من بخوامم دیگه نمیتونم، نگاه کن میس میدم، واقعا نمیشه، یه سنس خیلی زیادی. الان عادت داری اشکال نداره، ولی اونایی که عادت ندارن اصلا نمیشه. خب ولش کن. و اگه زیادی کم باشه مثلا فرض میکنیم 60 باشه، خب 60 هم به نظرم برای باز خوبه برای شروع. نگاه کنید بچه‌ها باز 60 خوبه، برای من خوبه، آره شاید برای شما خوبه. نگاه کن کنده، نگاه کن یه ذره کنار میزنم، خب بازم من عادت ندارم روی این 60 خوبه به نظر من سنس عالیه، ولی کنارش میذارم. نگاه کن این یعنی چی؟ نگاه کن الان میفهمین که چقدر من رو سنسم حساسم. نگاه کنید بچه‌ها دیدید سنس من اولش 100 بود، الان میزدم کنار. از کجا اینا رو فهمیدم که اینقدر ایمم دقیقه؟ فهمیدم آقا اگه کنارش بزنم یعنی ایم بگیرم اینجاش بخوره. نگاه کنید این انمی هدف من اینه. نگاه کنید اگه من ایم بگیرم کنارش بخوره یعنی چی؟ سنسم کمه. سنسمو بردم بالاتر، 100ش کردم و گفتم که آقا دیگه میس خداحافظ. اینو هی بردم بالاتر تا اینکه خودش دیگه قفل میشه روی انمی. یا هد میزنم باش. ببینید اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتیتون چنده؟ اینجا از من 100 بود دیگه، درسته؟ تو قسمت کامera 100 بود. تمام اینا رو 100 میذارید، تمام ردات و هر چی اسکوپ 3 اسکوپ 4 اسکوپ 6 اسکوپ 100 رو هم بود اینا رو 100 میذارید، کاریشون هم ندارید. ولی تو قسمت پایین میای 50 تا اضافه تر میکنی، یعنی تو قسمت پایین این اسکوپ 4 اسکوپ 3 اسکوپ 5 اینا رو 50 تا اضافه تر میذاره. من اینجا اسکوپ 6 استفاده نمیکنم، اصلا برام مهم نیست سنسشو عقب جلو، ولی کسایی که میخوان استفاده بکنن 50 تا اضافه تر از بالایی‌ها. قسمت فایرینگ سنسیتیویتیتون استاندارد سنسیتیویتیش همون قدری باشه که اینجا کامera سنسیتیویتیتون هست. یعنی اگه اینجا 90 پایین هم 90 باشه، کم کم این سنسو ببرید بالا. حالا به اینا کاری نداریم، همون واقعا چیزی نیست این سنس که بخوای روش وقت زیادی بذاری. الان به حرفای من گوش بده، برو تمرین کن، نه همین الان بری بچینی بگی آقا پا بره، اصلا چرت و پرت داری میگی. خب باید بری تمرین کنی. 30 ثانیه باید بری تمرین کنی. من چجوری الان واقعا نیستم آقا، میس زیاد نمیدم روی اسنایپ، مگه اینکه دیگه خیلی دیگه بخوام موومنت عجیب غریب بزنم که با دیگه میس دادن عادیه. کامل گفتم اسنایپر چی بچینی چیکار کنی، هادتو بهت گفتم. و الان باید یه نکته خیلی مهم رو بهت بگم که باید بری منو ساب کنی. واقعا من تا اینجا دارم حرف میزنم واسهتون بچه‌ها، از عشقی که بهتون دارم برید یه ساب بزنید. واقعا الان هیچ کی نیست این آموزشا رو بهتون بده. هست، نمیگم نه، هیچ کی نه، هستن، خیلی کمن، خیلی عددشون کمه. کی میاد بهت بگه آقا اینو اینجوری بچین، این انگشتش ازت باید اینجوری باشه؟ این اصلا نیست، واقعا کمه، خیلی کمه. هستن یوتیوبرای معروفی که این کارو بکنن، دمشون هم گرم، احترام میذارم بهشون. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید بچه. یه ساب و یه لایک واقعا منو خوشحال میکنه، اینجوری بهتون میگم، منو خوشحال میکنه. و عشق منید که تا اینجا رو دیدید، وقت گذاشتید و اعتماد کردید بهم که تا اینجا با هم بودید. عشق منید بچه‌ها، تا ویدیو بعد، خدافظ.